سلام تماشابینان همیشگی برنامه نوشین. اینک نمایشی نوبتی را پیشکش شما می‌گردانم. امروز من به شما دو معجزه خیلی زیبا و خوردنی باب را به شما پیشنهاد میکنم. اگر شما با من باشید پس شروع میکنم. من امروز دو رسم زیبا و خوردنی باب را در تقسیمچه به شما پیشنهاد میکنم. امروز به ما لازم می شود چند پارچه نان مخصوص، حسیب، پیاز سبز، سبزی، چند دانه انگور، تخم، چند دانه پامیدور، یک دانه بودرینگ و اینچنین به ما لازم می شود مکرون های آب پز شده. اکنون کارمون را شروع میکنیم. با دقت تماشا کنید. آسانک است ولی خیلی عجیب است. به ما چنین تقسیمچه مخصوص لازم می شود. من پیشکی روی تقسیمچه را با رنگ مخصوصی خوردنی باب تیار کردم. انا ببینید چه خیلی رنگ کردم. حالا به شما معلوم می شود که برای چی آماده شد. اکنون من تصویرم را آغاز میکنم. به ما در اینجا لازم می شود چند دانه بادرینگ های ریزه شده. تنوکک. ببینید من چه خیلی تنوک ریزه کردم. شما هم می توانید همین خیلی ریزه کنید. برای چنین تنوک ریزه کردن بادرینگ کارچه های مخصوص هم هست. اکنون من باشم آنها را روی تقسیمچه میگذارم. با دقت نگاه کنید دوستان عزیز. من چه بادرینگ ها را در روی تقسیمچه میچینم و شما هم چنین کار کنید. انا بینید الکی این زمینی ما شد سبز. انا این قسمی کبوتش باشد آسمان است. زمین سبزی ما آماده شد. اکنون دوستان من به شما یک سری دیگر را میگویم. من از نان مخصوص چنین قالب آماده کردم. حاضر میبینید این قالب شکل چی را به ما میدهد. روی زمین سبز میگذارم. اکنون از تخم آب پز شده یک چند قسم بریدن لازم است. قالبچه های من از تخم آب پز شده تیارند. اکنون من اینها را گرفته بر روی رسمم میگذارم. باوری دارم که این تصویر من به شما پسند می آید. به ما دانه های انگور لازم است. دانه های انگور را گرفته به بالای تصویر میگذارم. انا همین طور. اکنون من در اینجا درخت را تصویر میکنم. برای درخت به ما لازم می شود پارچه بادرینگ. بادرینگ را همین خیل میبریم. همین خیل میگذاریم. بادرینگ ها پایه های درخت می شوند. اکنون شاخ و برگایش را ما از پامیدور آماده میکنیم. پامیدور را باید چنین ریزه کنیم. چند پارچه را من الکی آماده کردم. یک یک روی تصویر میگذاریم. بینید تصویر ما رنگ دیگر گرفته ایستاده است. رنگ سرخ هم خیلی رنگ زیبا است.
انا همینطور اکنون این پمیدورش رو باشد و بالای دیگر درخت میگذارم. ببینید خیلی تصویر ما زیبا شد. اما یک چیز دیگر نمیرسد. به فکر شما چی باشد؟ بله، درست خیلی کردید. آفتابک را من از سبزی آماده کردم. آن را بر روی تصویرم میگذارم. انا همین خیلی یک میچینم. آفتابک ما خیلی زیبا است. من ابر تصویر میکنم. از پارچه های تخمی آب پس شده. انا اینها باشند ابرهای موان. انا دوستان ببینید خیلی رسمی من زیبا شد و شما پسند آمد. شخصا به من خیلی پسند آمد. کنی تصویری من رو بها دهید. انا اکنون تصویری آماده شده رو یک طرف میگذارم به تصویر دیگر. برای این تصویر با ما تقسیمچه دایره شکل رازی می شود. این تقسیمچه را من با رنگی مخصوصی خوردنی باب آن را دادم. اگر شما در خانه تقسیمچه رنگی کبود داشته باشید خیلی خوب می شود. اکنون من این تصویرم را شروع می کنم. شما با دقت نگاه کنید، خیلی عجیب است. در اول به ما لازم می شود مکرون های آب پز شده. اکنون من مکرون های آب پز شده را روی تقسیمچه می گذارم. خیلی کاری نازک است ولی عجیب است. همینطور گذاشتن لازم است. حالا کاری من به شما معلوم نیست. صبر کنید، من به شما نشان میدهم. همش را که جا به جا کردم به شما معلوم می شود که من چی تیار کرده ام. از حسیب من چنین قالبچه آماده کرده ام. این را گرفته بر روی رسم میگذارم. اکنون من از تخم آبپز شده و انگور چشمچه آماده کردم. آن را بر رسم میگذارم. همینطور با فکرم که به شما معلوم شد من چیکار کردم. پیاز سبز را با تصویرمون همراه میکنیم. اکنون من از نانی مخصوص به او شاخهایش را میچسبونم. چنین قالب را آماده کردم. شما هم میتوانید از نان آماده کنید. از حسیب من گوشهایش را آماده کردم. من در این جای تصویر میگذارم. دوستان عزیز ببینید چه زیبا شد. به شما پسند آمد؟ به من خیلی پسند آمد. در خانه هایتون این خیلی معجزه زیبا را تجربه کنید. با دادر و خواهرکایتون پسند می آید. باوری دارم که از او دهش میبرید. اکنون دوستان عزیز
من درباره پمیدور به شما معلومات میدهم. خوب گوش کنید. در ترکیب پمیدور مقدار زیادی سفیده از جمله در آن فرمنت ها، قند، ویتامین های B1، B2، B3، P، K، ویتامین C و عنصرهای کلسیم، نتری، فسفر، آهن و کالی موجود است. غیر از این در ترکیب پمیدور کیسلوتاهای ارگانیکی نیز موجود است. شیره آن و قیام غوصش دارای مزه و طعم خوش بوده. در روزگار آنها را در تیار نمودن غذاها همیشه استفاده میبرند. پمیدور منبع بهبهای ویتامین C بوده. 100 گرم آن طلبات شبانه‌روزی آدم را تأمین میکند. شیره پمیدور برای بیماری فربهی و اینچنین به بیماری پرده لعابی معده فایده به نهایت خوب دارد. معلومات های من به شما پسند آمد. خیلی شدم. از این نصیحت های من استفاده برید و همیشه خود را سالم و بردم نگاه دارید. این بود برنامه ما. خیر دوستان عزیز، تا برنامه های آینده در نمایش نوشین.